به نام خداوند پاکسرشت که هستی را چی زیبا نوشت. با عرض درود خدمت هموطنان عزیز، بزرگان گرامی، خواهران و برادران مهربان، در نخست می‌خواهیم یک پیام خوش آمدید و شما بزرگواران در قالب یک شعر زیبا تقدیم کنیم. ای اهل فضل و دانش عرفان خوش آمدید، ای نور بخش محفل نیکان خوش آمدید. از طلعت مبارکتان شادمان شدیم، از طلعت مبارکتان شادمان شدیم. چون آفتاب فضل درخشان خوش آمدید. بشکفت آرزوی ما، بشکفت غنچه های دل آرزوی ما. ای زیب بخش گلشن ازهان خوش آمدید. نور خرد ز چهره تان موج میزند، نور خرد ز چهره تان موج میزند. دوستان نکته سنج و سخندان خوش آمدید. امروز در این محفل صمیمی و باصفا گرد هم آمده ایم تا یکی از کهن‌ترین و زیباترین جشن‌های بشری یعنی نوروز و عید سعید فطر را تجلیل نماییم. جشنی که نه تنها آغاز بهار طبیعت است، بلکه نوید بخش بهار در دلها و روان انسانها نیز می باشد. نوروز تنها تغییر فصل نیست، بلکه تجدید امید است، بازسازی روان است و فرصت برای آغاز دوباره می باشد. به عنوان یک روانشناس می خواهم بر این نکته تاکید نمایم که انسان همانند طبیعت نیاز به ساختن دوباره دارد. گاهی در زندگی با فشارها، مهاجرت، دوری از وطن و چالش‌های روزمره روان ما خسته می شود. اما نوروز به ما می آموزاند که همیشه فرصت برای تازه شدن وجود دارد. در مهاجرت ما تنها مکان را تغییر ندادیم، بلکه بخشی از هویت، خاطرات و احساسات خود را نیز با خود حمل می کنیم. نوروز پلی است میان گذشته و حال، میان آن چی بودیم و آن چی خواهیم بود. نوروز به ما یاد می دهد که کینه ها را رها کنیم، روابط را ترمیم و بهتر نماییم و به آینده به امید نگاه کنیم. در این روزهای زیبا بیایید همانند سبزه انعطاف پذیر باشیم، همانند گل مهربانی را گسترش دهیم و همانند بهار زندگی را دوباره معنا کنیم. به عنوان یک استاد دانشگاه باور دارم که جامعه‌ای که فرهنگ خود را حفظ کند هرگز هویت خود را از دست نمی‌دهد. نوروز سرمایه فرهنگی ماست، سرمایه‌ای که ما را در هر گوشه دنیا به هم پیوند می‌دهد. بیایید از این فرصت استفاده کنیم تا نه تنها خانه خود بلکه دلهای خود را نیز از کینه، حسادت، بغض و تبعیض پاک بسازیم و با یکدیگر متحد شده همدیگر را دوست بداریم، همدیگر را یاری نماییم و جامعه موفق و سرشار از همدلی و امید داشته باشیم. در پایان نوروز و عید سعید فطر را به شما بزرگواران و عزیزان از صمیم قلب تبریک عرض می دارم و آرزو دارم سال نو
2025 سال سرشار از سلامتی روان، آرامش، موفقیت، خوشبختی برای شما و خانواده های بزرگوار شما باشد.